بهر تطبیق ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی و دستور سپارش پیشوای ملت محترم امام رحمان جهتی برگرداندن دانشجویان مکتب‌های دینی خارج از کشور که غیر رسمی تحصیل می‌کنند تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. در نشست خبری سردار بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی ولایت سوخت سهراب رستمزاده گفت که از 722 نفر شهروندانی که در خارج کشور بدون رضایت مقامات وکالتداری دولتی به دین تعلیم دینی می گرفتند 702 نفرشان به وطن برگردانده شدند. 22 نفر دانشجویانی که آنها در دولت‌های عربی، سوریه، عراق، مصر، پاکستان، عربستان سعودی تحصیل دینی غیر رسمی گرفتند، آنها به وطن برگردانده شدند. یعنی تا به امروز در شهر و ناحیه‌های ولایت اگر در اینجا ناحیه اسپیتامین مثال آورده 14 نفر بودن، 14 نفر همه برگشته آمدن. این مدت به نظر گرفتن در کار که دانشجویان غیر رسمی تحصیلاتی دینی می‌گرفته بودند و آنها در شهر و ناحیه‌های ولایت 6 نفر برنگشتند و 11 نفر آمدن و دوباره برگشته رفتند. در این سمت کاربری برای برگردانیدن از تمام امکانیت‌ها استفاده برده از جمله مقامات اجرایی حکم دولتی شهر و ولایت کاربری رفت استفاده است. الحال 6 نفر ساکنان ولایت برنگشتند که آنها ساکنان شهر و ناحیه‌های استرافشان، کونیبادان و ناحیه اشت میباشند. از شماره عمومی دانشجویان که برگشتند تا امروز بدون اجازت و آگاهی مقامات دخلدار تکرارا برای ادامه تحصیل دینی و یا با بهانه مهاجرت مهنتی یا طبابت 11 نفر به خارج کشور سفر کردند. آنها ساکنان شهر و ناحیه‌های اشت، باباجان غفراو، استرافشان، کونیبادان، مسجد، پنجکند و شهر خوجند می باشند. گفته شد که جهتی برگرداندن دانشجویان مکتب‌های دینی خارج از کشور نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه گردیده منتظم صحبت و ملاقات‌ها با فعالان و پدر و مادران گذرانده می شود. در اینجا برای برگرداندن و تعداد اینجا ما گفتم این تعداد ما تعلق ندارد، چیزی که من در بالا قید کردم مقصدی همه ما شما اینجا آسوده نگاه داشتن این خطری محبوب می باشد که ما باید جنایت کار البته با جنایتی کرده جواب میدیم در اساس طلبات قانونگذاری جمهوری شهری هستم وابسته به نوبت مدیر بخداری سنبه کنه کاربری کرده صادقه این مسئله ها با ما در یک جای تمام نیروهای دولتی ساختارهای دولتی مقامات های ما پیش از همه پیشگیری کنیم پیش از همه راه ندهیم که شهروندان به خارج کشور روند باید سر این مسئله کار کنیم و رفت باید جواب میدهد باید برمیگردد درباره و البته معلوماتی که در سمت مقامات حیثیت قرار دارد این البته معلومات دیگر است. سهراب رستمزاده گفت در نیم سال اولی سال 2022 در ولایت همگی 8276 معرکه و مراسم برگزار گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2021 105 عدد کم می باشد. اما حالت‌های ویران نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی به قید گرفته شده است. در مجموع در 6 ماه 106 حالت قانون شکنی ثبت گردیده است. قانون ویرانکنی های 106 حالت ما تنها در 6 ماه اول سال 2022 به قید گرفتیم. رعایت نکردن طلبات قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم این طلبات ماده 9 ماده 8 ماده که رعایت نکردن طلبات برگزاری زود روز فراگیر است و ماده 9 ختم نشد. ماده 10 قانون درباره برگزاری توی مرکات توی عروسی دامادی میرد بعد میرد ماده 11 میرد درباره دفن عزاداری و قانون ویرانکنی هست ماده 12 هست ماده 12 اینا مسئله سفربری حج است ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان رعایت نشدن طلبات قانونگذاری صادر از جانب روبران طرفخانه تویخانه و شخصان حقوقی به حساب میرود. وابسته به پیشگیری قانون ویرانکنی هنگام برگزاری جشن و مراسم ها کاهش دادن شماره آنهایی که در خارج کشور تعلیمات دینی غیر رسمی میگیرند شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی ولایت سوخت در همکاری با نهادهای مسئول کاربری را پرزور کرده است.